سومین اپیزود تست محصولات لب با سارا. بریم که داشته باشیم. خب بچه‌ها براتون سوال اگه پیش اومده اینا و ایشون چیان، الان قراره بهتون توضیحشو بدم. اینا محصولاتی که از برندهای ایرانی به دست من رسیدن که قراره آنباکسشون کنیم و این چیز خوشگلی که می‌بینید که حالا بهتون قراره بسته شدنش هم نشون بدم، روژای مورد علاقه من و کلا محصولات لبیه که دارم و مورد علاقه هامو تو این میذارم. مثلا وقتی سفر یا مسافرت یا میکاپ خاص بخوام بکنم، چون روژام زیاده از توی همین برمی‌دارم و قرار آخر کل این ویدیوها که من تمام این محصولات ایرانی آنباکس کردم بگم کدوماش قرار بره تو لیست مورد علاقه من کنار گرلن و کیکو و دیور و تاچام. بریم که اولین بسته رو از برند بلوم تست کنیم. برند بلوم تمرکزش رو محصولات طبیعی و خیلی گیاهیه. وگان و کرولتی فریه، مثل برند قبلی هندی که براتون معرفی کردم و محصولاتش هم خیلی خیلی حساسن به گرما، به حرارت، به کلا میدونین به دما و همه چی حساسن. چرا؟ چون که توش هیچ مواد نگهدارنده‌ای نداره و به شدت ناناز و گوگلی از اون چیزایی که من تو سایتشون دیدم. بریم که با هم آنباکس کنیم. خب بچه قبل اینکه راجع به برند بلوم توضیح بدم، راجع به رژ لبام توضیح بدم که من هر اپیزودی که میریم جلوتر از لیپ گلاس‌ها و برندایی که دفعه قبل آنباکس کردم براتون رو لبام میزنم. مثلا این ترکیب امروز لبام مداد لب کشیدم، بعد اومدم لیپ گلاس افرا زدم و روشم یه دونه لیپ اویل هندی زدم و اینجوری شده. خب بچه برند بلوم دو تا بسته جداگونه برای من فرستادن، یکی اینه و یکی این. چون بالم لباشون خیلی حساسه به حرارت، مثلا الان که نزدیک تابستون و فصل گرماست، اینا رو برای من جداگونه فرستادن که یه وقت آب نشه یا مشکلی براش پیش نیاد. حالا میریم اول اینو آنباکس کنیم بعد بریم روی این. چون بسته بندیش خیلی نانازی و گوگلیه. من واقعا از اینایی که اینطوری روشون مهر میزنن سر نامه‌ها و اسمش هم یادم نمیاد با پارافین خوشم میاد و روش چند تا استیکر گوگلی هم هست نوشته که هندمیده. اینجا هم که مارک خود بلوم زده. بریم که بازش کنیم. خب بچه‌ها نکنید باز که میکنین دوباره یه مهر خیلی خوشگل زده روش، زده Your Natural Care Handmade with Love in تهران. خب تهران هم هست پس برای کسایی که سریع بخوان و واجب خیلی خوبه، چون با پیک میفرستن همون روز به دستتون میرسه. خب این بسته بندیشه، روش هم 2 تا کارت نانازیه، یکیش که شخصی سازی شده اسم منو روش زده که سارا هستم و پشتش یه سری توضیحات نوشته. گفته که محصولی که به دست رسیده دستساز برپایی مواد اولیه طبیعیه. امیدوارم همونقدر که من با ذوق این محصولات رو برای تو درست کردم تو هم دوستشون داشته باشی و با حال خوب ازشون استفاده کنی. خیلی خوشحال میشم اگه عکسای قشنگ برام بفرستی تا بلوم هم سورپرایز کوچولوشو بهت بگه. بچا فکر کنم سورپرایز هم داره اگه براشون عکس بفرستین. بعد آیدی اینستاش هم زده. وای بچا این خیلی باحاله. این شعار و مادوی من در زندگیه. زده Life is not perfect but your lips can be. حالا بریم ببینیم که خود چیزاشون چجوریه. خب بچه نگاه کنیم، برای من یه دونه لوشن فرستادن با یه عالمه لیپ گلاس و تینت و بریم که آنباکسشون کنیم. لوشنه رو فقط من توضیح بدم بچه. بذارین اول چیزاشو تست کنم. این بره قفل داره. بچه خیلی بوی تازگی و خوبی میده. خب ولی لوشنر رو من باید توی همون تست کنم. نه فکر کنم اوکی که الانم استفادهش کنم. مرطوب کننده و تغذیه کننده پوست. فکرم لوشن همونه. بچه بوی خیلی خوبی داره. حالا از ماندگاریش هم تو ویدیوهای بعدی یا توی شورت ویدیوها بهتون میگم که چجوریه. اینم از لوشن. خب بچه حالا بریم که تینت رو تست کنیم. من اول رو ژامپا کنم بیام پیشتون گیم. خب بچه نگاه کنیم 4 تا لیپ اویل گلاس برای من فرستادن. یعنی بیس پایش روغنیه و برای حالا اون جنبه درمانی لب و مرطوب کنندگیشه، ولی حالا یه رنگی هم داره. خب اینان و 3 تا هم برای من تینت فرستادن که تینتاش خیلی بسته بندیش ناناس و گوگلیه. یادمه شرشرم توی پکیجینگ اینا. حالا من اول تینت این رنگی گوجه‌ایش رو با این گوجه‌ای میزنم ببینیم که چجوری میشه. بریم که داشته باشیم شنوندگان گرامی آزمایشگاه سارا. صدای منو میشنوید است.
کالیفرنیا آمریکا. کاش میتونستم بگم کالیفرنیا آمریکا. بچه‌ها جون پیگمنت تینتاش واقعا خوبه. من بسته‌بندیش اینجوری باریکا قلمی دوست دارم. بچه‌ها بذاریم یه ذره خوش بشه، من بهتون عکسشو میدم. بذار براتون این رو دستم بکشم. بچه این اثرات قبلی که رو دست من میبینیم مال تست تینتای قبلیه. این حالا اینجوری جدید است. بریم برای اینکه لیپ اویلر رو روش بزنیم. مداد لبم من نکشیدم، حالا براتون نمیکشم. بچه چقدر این لیپ اویلش کره‌ایه، یه حالتی اصلا نگار چجوری بگم، اون بوهای مصنوعی که معمولا مثلا از این محصولات داروخونه‌ای یا بیرون میگیری رو نداره. یه بوی خیلی که مشخص طبیعی داره و یه برق و جلای خوبی به تینت داد. اون خشکی تینترم واقعا کم کرد به نظر من، چون معمولا تینت خیلی خشکی میده بچه‌ها. بچه تینتش واقعا پیگمنت خوبی داشت، اینم نرم کننده خوبی بود. خیلی از این انتظار رنگ خیلی بالا نداشته باشین، ولی با چیزی که همگن با خودش باشه، مثلا زیرساز رژ خوب، اینم تاثیر خوبی داره. خب حالا بریم بعدی رو تست کنیم. بعدی یه حالت آلبالویی طور رنگش، پس من با این ستش میکنم. بریم که اینا رو پاک کنیم و اینا رو بزنیم. اولش میخواستم این رو براتون بزنم. نه اینو نمیخواستم بزنم، اینا رو میخواستم بزنم. بچه این رنگش دقیقاً این اون بنفیتیه که من دارم. پیگمنت اینم خوبه. دقیقاً پیگمنتش حتی بیشتر از بنفیت است. و یه خوبی که داره اینه که پخش رنگ نداره. میبینی؟ بنفیت چقدر 2 میلیون خورده ای، این چقدر 150-200 تومن فکر کنم. قابل بنفیت پاک میشه نصفش تا میزنی. آره بابا اصلا. حالا بذار براتون یه بار اینا رو دوتا قشنگ مقایسه میکنم، میزنم ببینین. این رنگش کپی این بنفیتیه که من دارم. بذار این بنفیت رو بهتون نشون بدم. من آخه میدونی قسمت خنده دارش چیه؟ اینه که بنفیت اصلا تو برندهای خارجی مطرح هم نیست و ما باید انقدر بهش پول بدیم به خاطر اینکه حالا تو ایرانیم. حال که اگه ندیده، از اونجا ندیده، براتون بنفیت رو بردم. نکنیم بچه این بنفیت هست رنگش. بذار اینجا بزنم رو دستم. این دست من که ماشاءالله مثل پارچه 40 تیکه هست. این تستر. آره مثلا من مغازه داشته باشم میگم بیا خانم یه تستش رو منم بزن. بچه واقعا چقدر عجیب. اینجا رو نگاه کنید، این بنفیت هست، این بلوم هست. عملا هیچی رنگ بنفیته. که اینو روش بزنیم ببینیم چجوری میشه. لیلایی جالبه که دقیقا یه رنگ جفت براشم تو لیپ اویل در نظر گرفتن. این توناژ بنفشی آبی داره یا من دارم اشتباه میکنم؟ بچه اینم پایان کاره. بچه این پیگمنت اون تینت قبلیه بود، برای اینکه پاکش کنم فقط بهتون نشون بدم که چقدر کل دستمال من رفت واسش. بریم که حالا اینا رو پاک کنیم. نمیره، تلاش نکن. نگو تهرنگش هنوز مون. تهرنگش هست داره و خیلی از این نظر خوب. میبینیم مثلا برنده بنفیت اینا تو خارج میان ردن. ما یه برنده میان رده ایرانی بخوایم الان توی مثلا چه برندی تینت داره، ما اکثرا تینت واقعا از این چیزای کره ای میگیریم. تینت کره ای الان چقدره؟ 600 700. خوب دیگه. حتی با سودی که به واسطه میدی و به این میدی و به اون میدی. خب فکر کنم حالا تقریبا پاک شد دیگه. حالا اشکال نداره بچه. میدونین چون رنگ آخر از هم تیره تره، یه حالت برانزر تور هم داره. این به نظر من برای برانزر هم میتونید استفادهش کنید. حالت قهوه‌ای طوره. خب بچه من این برانزر رو میخوام با این بزنم که بیشتر به هم میان. و همونطور که دیدین 4 تا لیپ گلاس بود، 3 تا تینت. من این یه دونه آخر رو استفاده نمی‌کنم و به هر کسی که تو کامنت ها بگه به قید قرعه به یه نفر میدم. خب پس اگه میخواینش حتما کامنت کنین تا به شما داده بشه. کنم چون این از همه تیره تره فکر نکنم اصلا پاک شه، یعنی دهنمون سرویس میشه. من اصلا تا حالا تینت قهوه‌ای نزدم، یعنی مثلا قهوه‌ای کلا اونقدر الان رو بورس هم نیست که
همه جا دارنش. مثلا افرا اومده بود برای من لیپ گلاس شکلاتی فرستاده بود، من خودم معمولا مثلا همچین رنگایی نمیذارم، ولی زدم تازه دیدم چقدر خوشگله و دیگه استفادهش میکنم. الان میدونین که فاز کلینگرل و ایناست، دخترها دیگه قهوه‌ای و اینا نمیزن. این با بداد لب بکشم فکر میکنم. حس میکنم که این با اون لیپ اویل نمیاد و میخوام یه ترکیب از خودم بزنم. یه افرا بزنی روش. راست آره بچه برای روی واقعا افرا کارسازه. میدونی خیلی زیرساز خوبی بشه. اگه تو فاز مثلا روژه قهوه‌ای باشین یا چیزای قهوه‌ای خیلی خوب شدن با هم. میدونم من خط لبشم کشیدم، دوست دارم واقعا خط لبای ایرانی رو تست کنم ببینم اونا چجوری هن، چون خط لب رو معمولا ندیدم برنده ایرانی بزنم. یه لحظه بزن راحت باش. بچه این دوتا بالم لبای کوچیلیشه که بریم با هم اینا رو تست کنیم. خیلی گوگلی توشون گلم گذاشته که چون شماها خودتون گلین ماشاءالله به اینا نیازی نداریم، ولی بریم که با هم داشته باشیم. خب بچه بنر مورد علاقه من تو اینا هم هست. Your lips can be perfect و اینا دوتا رنگ گوگولی مگولن. یه رنگش روزی پینکه و یه رنگش واین رده. بچه حس می‌کنم که کره گذاشتم رو لبم. روغن نه ها، کره. انگار قشنگ رو لب آب میشه و یه شاین نداره، یه صورتی خیلی ملایم میده مثلا. نسبتا بچه بیرنگه، ولی میگم مثل وازلین طور نیست که سنگینی داشته باشه. اثرات تینت قبلی هم میبینید. بریم که رد واین رو تست کنیم. رنگش خیلی خوشگله. ببینیم که این چجوریه. باشه این بوی خیلی خوبی داره. بوش یه حالت بوی ترش مثل لباشه، مثل چی بگم، این پیگمنتش اونقدر مثل قبلی دقیقا زیاد نیست ولی شاین یک مقداری داره و اینم همون حالت کره‌ای طور داره. خب بچه کل محصولاتی که برند بلوم برای من فرستاده بود امروز آنباکس کردیم و واقعا به پکیجینگ و اون حس خوبی که به مخاطب میداد من نمره 10 از 10 میدم. ولی میگم تینتاش به شخص پیگمنت خیلی خوبی داشت و من خودم اینا تموم شه شارژشون میکنم. بریم برای اپیزود بعدی از آنباکس های چیزایی که برندا فرستادن. بچه من یه نکته‌ای که بهتون بگم اینه که من هر محصولی از هر برندی آنباکس میکنم اسم پیج اینستاگرام برند و سایت برند رو توی کپشن یا دیسکریپشن می‌نویسم. اگه احیانا ندیدین یا پیداش نکردین یا من یادم رفته بود حتما برام کامنت بذارین، براتون میزنم و میتونین راحت محصولات ازشون بگیرین.